عرض سلام و خسته نباشید. اینجا باربیکیو آشپزباشی. بریم مراحل آماده سازی کباب گوسفندی، قلبه‌گاه گوساله، سردست گوسفندی، قلبه‌گاه گوسفندی. با من همراه باشید با مراحل آماده سازی کباب گوسفندی. اولین مرحله نمک، کلا مخلوط می‌کنیم گوشتامونو با هم دیگه. چرخ کردن اولین مرحله نخودی. خمیرگیر، یعنی کلا گوشتا با هم دیگه مخلوط میشه. سه ترکیب گوشت قلبه‌گاه گوساله، گوسفندی و سردست گوسفندی با هم دیگه مخلوط میشه، بسته بندی میشه، میره برای سردخونه تا به